ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 11. دلیل چهارم آن است که دولت ماد، ولایت فارس و آذربایجان تاریخی به حدود آن می درآمد در زمینه اتحاد قبیله های جداگانه تأسیس یافته بود که برای اثبات آن می توان به اخبار گیردات تکیه نمود. به قول پدر تاریخ، میدی ها به 6 قبیله بوسها، پری تکین ها، ستروخت ها، اریزانت ها، بودی ها، مغ ها تقسیم می شدند. از این قبیله های نام برده به عقیده مورخان تنها اریزانت ها از روی زبان و رسوم به طایفه های آریایی عمومیت داشتند. محققان تاریخ ماد دیاکنف و علیف عقیده ای را تقویت دادند که طایفه های آریایی با اسب‌های بیده و کلاه خودهای تیزشان به سرزمین ماد از آسیای میانه آمده اند و بعدتر در ولایت فارس و منطقه های اطراف آن ساکن گشتند. شاید زبان قبیله اریزانت ها که اصلی برآمد نام آنها را از کلمه آریا می پندارند به عائله زبانهای آریایی قرابت داشته باشد. به عقیده دیاکنف طایفه های آریایی از پهناهای آسیای میانه آمده به قبیله های مقیمی قلمرو ماد و ساکنان تهجایی ولایت پرسوه فارس از روی زبان و حدود جغرافی یگان عمومیتی نداشتند. در این باره او در کتابی فوندامنتالیش تاریخ ماد چنین آورده است: ما الکی در بالا قید کردیم که کلمه اکدی پرسوه در شکل پرسوه معنای کناری، در کنار بوده را افاده می کند. مقام جایگیرشوی مملکت پرسوه به حدودهای جنوبی زموه که در متنهای عهد اشور نصیرپل ذکر شده اند موافقت می کند. باید قید کرد که برعکس افکاری معمول گشته، پرسوه با پیرسیده یعنی فارس تنها همین قدر عمومیت دارد که هر دوی این اصطلاح معنای کناری را افاده می کنند. هیچ اساسی نداریم پرسوه را وطن اصلی فارس های بیشماریم که به اینجا در فاصله بین انتهای عصر 8 و میانه عصر 7 تا میلاد کوچیده آمدند. و نهایت دلیل آخرین زبان و بیانی کتاب مقدس اویستا و گستریش زبان اویستایی می باشد که به بسیار مسئله های بحث طلب روشنی می اندازد. به قول بابا جان غفوروف، یک قطار خصوصیت های الهیده زبان اویستایی از جمله لهجه گاتها با زبان های شرق ایرانی موافقت می کنند. زبان اویستایی عصر هاست که از استعمال برآمده در شمار زبانهای متروک نابود شده جای دارد. گرچند محل انتشار و پهنشوی زبان اویستایی تا کنون چندان روشن نیست، بعضی محققان و اویستاشناسان حدود گستریش آن را به مرزهای باختر و مرو منسوب می دانند. در اساس بازیافت نوشتجات پوری درونته وادی کابل، اویستاشناس معروف الکخیم رایج بودن زبان اویستایی را در مرزهای باختر پیشگویی کرده است.
دیرتر این عقیده را شرقشناسی بزرگ بیرتلس گسترش داده افزوده است که زبان اوستایی یک زمانی در حوزه هامون یعنی قسمت شرقی بلخ و شمال و غربی مرو معمول بوده است. از اینجاست که زبان اوستایی را بعضی محققان زبان باختری قدیم هم نامیدند. دیرتر زبان باختری در عصرهای من بعده در دوره نفوذ دولت باختر و یونان عصرهای 4-2 تا میلاد، علال خصوص در دوره دولتداری بعدینه نیاگان تاجیک امپریای ابرقدرت کوشانیان عصر 2 تا میلاد عصر 3 میلادی از عنصرهای برزیادی افاده‌های صرفی و نحوی و تأثیر زبان مشکل فهم اوستایی رهایی یافته باشد هم این پدیده در قلمرو باختر و مرزهای اطراف آن رایج بودن زبان اوستایی را انکار نمی کند. یعنی حدود پهنشوی تعلیمات زردوشت و چون کتاب مقدس انتشار یافتنی اوستا محض از سرزمین بلخ و باختر و بالا آب دریای آمو آغاز یافته است. اوستا شناسان زبان اوستایی را با ایرانیان شرقی یعنی به گذشتگان تاجیکان، سغدیان، باختریان، خوارزمیان و سکایی ها نسبت می دهند. پس وطن آریایی ها و سپیتمان زردوشت در همین جا می باشد. چطوری که در وندیداد آمده است، سپیتمان زردوشت در کناری رودی داریچ دریادیه و سرزمینی ونگوهی دایتیا زاییده شده است. در جای دیگر گفته می شود که خانه پدری زردوشت در کناری رودی دریدیه بود. در وندیداد و یشتی 5 نوشته شده است که سپیتمان زردوشت در وقت نیایش و آب گرفتن از همین رود به او فرشته‌ای و هومنه نشانه پیامبری می آورد. با عقیده ما این حادثه در نزد عبادتگاهی وخش که برودی دایتیا یک دانسته می شود رخ داده است. در اینجا سپیتمان زردوشت اهورامزدا را با نمودی و هومنه در حلقه آتش می بیند و بعد از این به او نشأه پیامبری پیدا می شود. و در آخر بعد ذکر دلیل‌های بالایی همین را می افزاییم که گهواره تعلیمات زردوشت، منبری گستریش آیین زردوشتی، آشیان کتاب مقدس اوستا و پروازگاه مناجات و دعاها و سرود و اندرزهای هدایتگری نیکی و راستی پرستی محض از بلخ و باختر و پهناهای رودی وخش ابتدا گرفتند. من از آن اوستا شناسان در تعجبم که وطن زردوشت را ایران غربی پارس و ماد می دانند و زبان گاتها را به مردم ایران شرقی نسبت می دهند. آخر چطور می شود که زردوشت در مملکت مادها تولد شده، در آنجا بزرگ شود، معلومات گیرد و دعوای پیغمبری نماید، اما از سبب آنکه سلاطین مادها دین او را نپذیرفته تعقیب نموده اند، وی به باختر یا ایران شرقی فرار نموده در آنجا کتاب خود گاتها را نوشته، یگان بار نام ناحیه های ایران غربی و یا نام شاهان ماد و پارس را یاد نکند، یا اینکه گاتها را به لهجه ایران غربی نیو به لهجه ایران شرقی نویسد. آخر او چطور در یک مدتی کوتاه لهجه ایرانیان شرقی را از بر کرده به آن کتاب نوشت؟ بنابراین عقیده عالمانی که وطن زردوشت را در ایران غربی می دانند پایه علمی و منطقی ندارد. تاریخ بشر شهادت می دهد که اثری بی زوال
از عمری ناچیزی آفرنده‌اش هزارها بار عمری دراز دیده، در عرصه تاریخ بزرگ و جاویدانه می ماند. اویستا به یاد من شاهنامه بی زوال را می آورد و زردشتی پیامبر فردوسی ابد زنده را. و مثل آن که فردوسی زندیات شاهنامه را از روایت و اساطیر، حماسه های قهرمانی و تاریخی و سرچشمه های گوناگونی پهلوی گرد آورده بر رشته نظم کشید، زردشت هم آیین های پیشینه، رسم یزدان پرستی سابقه و حسن و قبح تعلیمات مذهبی گذشتگان را آموخته، برکشیده و قیاس نموده، وابسته به تقاضای زمان در قاموسنامه جاویدانه اویستا گرد آورده است. عادتاً تعلیمات دینی و کیش نوی مذهبی یک باره در خاریگاه عقلانی پدید آمده نمی تواند. برای پیدایش، وسعتگیری و مقام ارزنده یافتن آن زمینه و تکیهگاهی قبلی در کار است. از این لحاظ کیش زردشتی را یک کیش کاملا نو و تعلیمات او را از تعلیمات پیشینیان جدا پنداشتن روا نیست. زردشت دین و آیین گذشته ها را از نظر آفرنده کیش نو تدقیق نموده، تعلیمات خود را به طلبات جامعه و دور و زمان خیش مطابق نمود و قبل از همه ترغیب یک خدایی را پیش گذاشت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه می آورد که پادشاهان پیشدادی و بعضی از کیان که بلخ را جایگاه خود قرار داده بودند، آفتاب و ماه و کواکب و کلیات عناصر را تا زمان پیدایش زردشت در سال 30 از سلطنت گشتاسپ می پرستیدند. موجودیت دینی سابقه را تا زمان ظهور زردشت و دیرتر به جای مذهبی پیشینه در بلخ پذیرفتن آیین زردشتی را ابن بلخی در فارسنامه خود تأکید کرده است. زردشتی حکیم در عهد وشتاسف آمد و کیشی گبرگی آتش پرستی آورد و پیش از آن کیشی سابیان بود پرستی داشتند و چون زردشت بیامد وشتاسف او را به ابتدا قبول نکرد و بعد از آن او را قبول کرد و کتابی زند آورده بود. همه حکمت بر 12,000 پوستی گاوی دباغ شده نوشته بود به زر. و اول آتشکدکی ساخت به بلخ و دوم آتشکده به آذربایجانی بجیس و سوم آتشکده استخری پارس. پس هم در آن تاریخ فرمود تا همه جایها آتشگاه ها ساختند و دینی گبرگی که زردشت آورد قبول کردند. موافق شهادت مورخان ظهور پیغمبری زردشت در آوان کمالات او پدید آمده است. تا این دم زردشت به طاعت و عبادت و ریاضتی بردوام پرداخته از خوردن گوشت و دیگر طعامهای گوشتین پرهیز کرده است و چند گاهی قبل از ظهور پیغمبری با هدایت یزدان به صحبت بهمن، یکی از فرشته های مقرب اهورامزدا، مشرف شده است. این لحظه خاطرمان در کتاب دبستان مذاهب خیلی خوب افاده شده است. هم در آن روز بهمن که بزرگترین ملائکه است و اهل اسلام او را جبرائیل نامند، بیامد با جامه های نورانی. از زرتشت زردشت نام پرسیده گفت: از دنیا چی کام جویی؟ زردشت پاسخ داد که ما را جوز
رضای یزدان آرزوی نیست. پس بهمن گفت برخیز تا نزد یزدان شوی و آنچه خواهی از حضرت او سوال کنی که از کرم تو را پاسخی سودمند دهد. پس زرتشت برخاست و فرموده بهمن یک لحظه چشم فرو بست. چون چشم بیکشاد خود را در روشنی مینویی یافت. خلاصه زردشت به عالم لاهوت رسیده از الهی خواهش می کند که از بدی و نیکی اول و آخری چرخی گردنده و عاقبت آن او را واقف گرداند و آنچه در دل داشت به یزدان گفت. پس یزدانی پاک زردشت را بر گردش افلاک و حرکات کواکب و سعد و نحس آن دانا گردانید و بهشت پرنور و حور بدو نمود و عارف کلی اسرار و واقف جمیع علوم گردانید، چنانچه از آغاز هستی تا انجام راز همه را دانست. ظهور پیامبری زردشت از روی سرچشمه های پهلوی و دیگر آثار ادبی و تاریخی من بعد شباهت به معراج پیغمبری مسلمانان حضرت محمد دارد. از سرچشمه های دینی مسلمانی نیز برمی آید که رسول اکرم به عالم علوی رسیده هنگام صحبت از حق تعالی 99,000 کلام و حکمت و اسرار غیب آموخته است و جای شبهه نیست که به عالمی لاهوت رسیدنی زردشت و اوستا و زند را آموختنی وی در دوره‌های من بعد به دین مسلمانی راه یافته آیین راستی و نکوکاری را برای پیروان کتاب مقدس قرآن تقویت بخشیده است. زمانی که زردشت ظهور نمود و دعوای پیامبری کرد، در میان قوم و قبیله های سرزمینی باختر پرستش آتش، بت و صنمها، آفتاب و ماه و ستاره ها و حیوانات مختلف رایج بود. هر قوم و قبیله بت و ایزید خاصه خود را داشت که در همین زمینه اختلاف بین قوم و قبیله ها اوج گرفته نه زدن یک ایزید و بزرگ شمردن ایزیدی دیگر بسیار وقت به جنگ و جدال و خونریزی ها برده می رساند. ضرورتی تاریخی پیش آمده بود که قوم و قبیله های یک زبان و هم نسب تاخت و تاز و خونریزی های داخلی را از میان برده بین هم متحد شوند، خصومت و عداوت را بردارند تا در مقابل حمله های شدید دشمنان عمومیشان سکایی های چادرنشین و بادیه‌گرد استادگری کرده توانند. هدف ترغیب یک خدای پیش از همه متحد ساختن قوم و قبیله های آریایی شهرنشین و مقیمی بود که زینه های ابتدایی انکشاف جامعه را پسی سر نموده به طرز زندگی نسبتاً بلندتر چارواداری و زراعتکاری، کاسبی و هنرمندی، تجارت و معاملات رو می آوردند و دهکده و شهرستان ها آباد می کردند. اهورامزدا خدای علوی، حامی و سرور و نگهبان مردم، چارپایان و زراعتها از خوف و خطر و نیروهای بدی بوده، برخلاف عمل بدمنیشان و دیوان، خونریزی، کشتن چاروا و آسیب رسانیدن را به کشته و مرز کار زشت و پرگناه می دانست. اصلا نام اهورامزدا از قسمت‌های اهورا سرور و مزدا دانا ترکیب یافته معنای سروری دانا را افاده می کند. موافق تعلیمات زردشت، خدای عالی تبار اهورامزدا آفرنده همه موجودات نیک بوده با اهریمنی بدمنیش و سیاه کردار پیوسته در رقابت است. اهریمن بدون بعضی تفاوتها در آیین مسلمانی تقریباً با تمثال ابلیس، شیطان
هم آهنگ و هم ردیف است. اهریمن در اویستا به شکلی انگرا مینو ذکر شده از دو جزء عبارت می باشد. انگرا بد و مینو منیش اندیشه، یعنی به معنی بدمنیش بداندیش آمده است. چنان که در بالا گفتیم، در قسمت وندیداد اویستا از 16 کشوری آفریده اهورامزدا سخن می رود که کشوری نخستین آن آریانویج نام دارد. اهورامزدا در این کشورها تخم نیکی کاشته زندگی آسوده و آسایشته را برای امتان خیش آفریده بود. او زردوشت را آگاه می سازد که نخستین فرمانروا به مردم گله و رمه و چارپایان و مخلوقات ییمه جمشید بود. در زمان او خنکی و گرمی، بیماری و مرگ و بدی و بدکرداری وجود نداشت. شماره آدمان و جانوران زیاد می شدند و جهان برای آنان تنگی می کرد. در فرگردی باب سیومی وندیداد عملی کشاورزی، مهنت در زمین و بهره گرفتن از کشته ها ستایش گردیده است. در آن جایی که کشاورزی و چارواداری رواج دارد، مردمش سیر و پور، صاحب خانه و در، فرزندان زیاد و خوشحال و آسوده می باشند و کسی که با کشت و کار مشغول است بهترین کار دنیایی را می کند و با این کردارش بر دشمنان و دیوان پیروزی می یابد. ولی اهریمنی بدکردار از زندگی سیر و پور و خوشدلانه آدمان رشک برده، با کشوری آباد و زیبای آنها مار و حشرات ضرر آور، پشه و مرچه های گزنده، شهریارانی، حکمرانانی بد، جادوگران و دیوان، پری و کسلی و زمستانی سردی دور و دراز را آفرید. لشکری اهریمن جادوگران و دیوان، ابلیس و پریان می باشند که مردم را از راه نیک زده گمراه و بدمنیش می کنند. مبارزه نیکی و بدی و خیر و شر جوهر تعلیمات زردشت را فرا گرفته از غلبه نیروی نیکی بر بدی و نور و صفا بر ظلمت بشارت می دهد. چنان که در بالا گفتیم، حتی به آب افکندن، در آتش سوزاندن و به خاک سپردن جسد آدمان منع شده بود. فرارسیدن مرگ و بیماری را در مذهب زردشتی عادتاً به کرداری اهریمن نسبت می دادند و نمی خواستند از نفسی بدی آن عناصری مقدس آلوده گردد. پرستش آتش همچون رمزی نور و روشنی، فروزان نگاه داشتن آتش دیر و آتش کده ها بعضی محققان را به اندیشه‌ای واداشته است که میان کیش زردشتی و آتش پرستان تفاوتی نگذارند. در اصل پاک و بیگزند و محترم داشتن آتش یک جزئی آیین زردشتی بوده، چون یاد از دوره خنوکی های شدید و یخبندی ها می باشد که طایفه های آریایی را به کوچبندی و هجرت وادار نموده به این کیشی تازه ایجاد راه یافته است. تحقیقات های باستانی ارخئولوژی نشان می دهند که یکی از سبب های آتش پرست و آفتاب پرست شدن آریایی ها سردی زمینی وطنی آنها بود. آفتاب و آتش را نجات بخش خود می حسابیدند. از اینجاست که پرستش آفتاب و آتش را به درجه خدایی برداشته، گرمی را بر حق اساس زندگی همه عالم هستی دانستند. این درک مادی عالم واقعی را دیگر خلقها در زمان نو فهمیدند. آریایی ها باشند ضروریت آفتاب را برای عالم نباتات و حیوانات هزارها سال پیش فهمیده بودند. از اینجاست که اساس دین زردشتی را 4 عامل طبیعت، خاک، آب، آتش و هوا تشکیل می کنند.
آیین مزدا پرستی و اعتقاد به خدای نیکی اهورامزدا همچنین مقدس دانستنی آتش تا پیدایش دین زردشتی در قلمرو دولت مات و سرزمین آسیای میانه، باختر، خوارزم، سوخت، مرو و غیره معلوم بود. ولی در آیین مزدا پرستی سابقه اهورامزدا خدای یگانه و آفرنده همه موجودات اعتراف نمی شد. در قطار خدای عالی تبار اهورامزدا که اساساً حامی مسند پادشاه و نگهبان حاکمیت او به حساب می رفت، دیگر خداها و نیروهای بدی، دیوها و جادوان پرستیده می شدند. تعلیمات زردوشت مقام و مرتبه اهورامزدا را از همه خدایان و ایزودان و فرشته ها بالاتر گذاشته آن را به حدی یک خدایی رساند. پایه دوالیسم یا خود پرستیدن جنبه نیکی و بدی، راست و دروغ، روشنی و ظلمات در تمثال اهورامزدا و اهریمن در تعلیمات زردوشت تفسیری تازه یافته. غلبه و پیروزی و افضلیت و برتری در طول این مبارزه های شدید به خدای عالی تبار و خدای خدایان اهورامزدای یگانه و بی تمثال نسبت داده می شود. در گاتهای زردوشت اهورامزدا چون خدای یکه و یگانه و مقتدر ظاهر می گردد که اون نه تنها خدایان دیگر را رد و انکار می کند، بلکه بجای آنها عمل می نماید. باید افزود که در تعلیمات زردوشت استعمال نوشابه مقدس خام که در میان سکایی های خومورگ ستایش کننده و پرستنده خام نفوذ و اعتبار نهایت کلان داشت منع کرده شده است. موافق اخبار سرچشمه ها، خام پرستان پیش از طاعت و عبادت و انجام دادن مراسم قربانی افشوره مست کننده رستنی خام را با شیر آمیخته می نوشیدند و سپس به کشتن چارپایان شروع می نمودند که بعضاً شماره آن از صدها می گذشت. در ساحه رسم و آیین نوشته است بابا جان غفوروف زردوشت قربانی های خونین و استفاده نوشاکی مقدس خام را در هندی سام رد می کرد و تنها ستایش آتش را ترغیب می نمود. آتش همچون افاده و یا رمز عدالت الهی ارت شناخته می شد. ستایش آتش و آتشکده ها بعداً یکی از خصوصیت های خاصی زردشتیه گردیدند. منع کشتار چارپایان برای قربانی بی واسطه با مضمون و مندرجه اجتماعی تعلیمات زردوشت علاقمند است. زردوشت باری نخست در تاریخ بشریت ارزش‌های اخلاقی را در لباس دین به جلوه آورده، پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک را سرمنشه زندگی و آیین همیشگی پیروان خیش قرار داد. به قول فریدریخ ویلگلم نیتشه آلمانی، زردوشت از همه متفکران راستگویتر و راست اندیشتر بود. شنونده های گرامی، شما گفتار 11 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.